حسین مگ. امروز انقدر از ویدیوی آموزش 405 خوشتون اومد، به پارت 2 خیلی خوش اومدین. امروز پارت 2 رو قراره چیکار کنیم؟ قراره بریم آموزش 360 بدیم با ماشین. بریم که برفتیم بچه ها. من 405 معمولی رو انتخاب کردم، معمولی موتورش EF7 گذاشتم، گیربکسش هم معمولیه. نه موتور EF7 نگذاشتم، موتور معمولیش. ببخشید. بریم سراغ ویدیو بچه ها. این بازی اگه هم خواستین فقط به چنل خودتون توش هست، دایرکت بدین من براتون میفرستمش. ببین لایک کن کامنت بذار، چنل هم ساب کن. بریم سراغ ویدیو. امروز ویدیو کلا 360 ویدیو 360. بریم سراغ ویدیو. ببین ما الان باید واسه آموزش 360 باید بریم یک مکان خلوت که هیچی نداشته باشه، یک مکان آزاد. خب که ما بتونیم اونجا تمرین یا همون آموزش 360 رو بدیم. ببین این ماشین انقدر خوبه بچه ها. من اگر کامنت ها به 100 تا برسن، من این ماشین رو تقویت میکنم و عروسک ازش در میارم. این ماشین اصلا من انقدر خوشم میاد ازش که قدیمی گذاشتمش. دستکاریش هم نمیخوام بکنم، ولی اگر به شرطی که کامنت ها و لایک ها به 100 تا برسه، من این کار رو روی این ماشین میکنم. هر چالشی و هر چیزی که دارین رو تو کامنت ها بگین. بریم سراغ ویدیو. ببین بچه ها، باید اینجا ما پامونو بذاریم رو کلاچ، همون که سفید مانند شده پامونو بذاریم رو کلاچ. این هم میبینیم باید دومترتون رو بیاریم رو 4 آزاد میکنین. میذاری خود ماشین دور ور داره. خب الان من میام بیرون. ببین باش 100 تا میری، 100 تا رو برو. من الان دنده 5 باش 100 تا رفتم. خب بچه ها، وقتی 100 تا میریم باید همین کار کنی. فرمون بده این کار کن با سرعت 100 تا، ولی گازم باید بدی. یا مثلا اگه دوست داشتی با دنده 4 برو، هرچی دورت بالا باشه بهتره. میریم همینجوری هم فرمون میدی. همینجوری که داره فرمون میدی، دنده هم باید چک کنی که نه اومده باشه پایین. به خاطر همین داره میگم. شما ببین اینطوری فرمون میدی، دستی رو میکشی اینطوری. الان اگه خیلی واقعا دوست دارین بهترین دریفت 360 رو بزنین، یا بچه ها اگر دوست داشتین دریفت یا همون ویدیوی 360 بگیرم براتون، تو کامنت ها حتما بگین. شما سرعتتو بالا میکنی، فرمون رو خود اینجوری میکنی، بعد فرمون رو تا ته میچرخونی. دریفت یا همون 360 به قول خودمون گازو تا آخر پر میکن، تا آخر. ببین انقدر ببین باید سرعتت بالا باشه که مثلا اگه خواستی بکشی دور، اینطوری دورت خیلی بهتر باشه. ببین باید شتاب قدرت ماشین بالا باشه. الان ببینید مثلا من داره 140 تا رد کردم. خب میخوام، ولی الان بعدم بهتون میگم. همینجوری فرمون میچرخونی. خب همینجوری فرمون میچرخونی. الان برم باهاتون یه دونه خوبش رو بگیرم. ببینین باید همین کار رو انجام بدین که براتون بشه. این بازی ببین بهترین بازی است، چون هم میتونی باش دریفت کنی، هم 360 بزنی.
و اصلا ببین مثلا من میخوام برم یه 160 برم 160 برم اینطوری با فرمون میدی که ببین اینطوری وقتی اینطوری میشه فرمونه میچرخونی بعد اینجا مثلا شتاب مثلا دور ماشینت کم شد زود دنده رو از 5 به 2 میکنی که ماشین شتاب بگیره واسه مثلا یه دریف دیگه یا همون 360 به قول خودمون آماده باشه. یه دونه دیگه هم میکشیم به عشق شما. همینجوری که داره انجام میدین بهترین چیز و آسون ترین چیز، مثلا اگه شما نتونستین واقعا اینو اگه انجام بدین خب چیکار کنین؟ ببین اینطوری هم میشه فرمون بلدی خب بدی فرمون رو بچرخونی، این که دیگه خیلی آسونه. فرمون میدی همینجوری مثلا ترمز هم میتونی باش بگیری، با ترمز میشه ولی ماشین در جا میسته، با ترمز دستی بهتره. الان من میخوام رو 200 با 200 تا سرعت این کار انجام بدم، ولی نه رو 200 تا جایی که مثلا تاپم بنزین، چون ماشین بنزین نداره. اگه توجه کنین من الان باید برم بنزین بزنم و بشه پمپ بنزین. ببین اینطوری کی اینطوری رو دیده؟ ببین آموزشو، ببین من خط از کجا کشیده شد. اصلا عشق میکنی این ویدیو رو میبینین. اصلا ببین انقدر خوب انقدر راحت میتونی این کار انجام بدین. خیلی خوبه. اینجا میسین واسه پمپ بنزین این بازی خب همینجا میسین فرق نمیکنه. اینجا نوشته باک ماشین تا 100 تا لیترم. الان که قیمت مثلا من میخوام 65 تا بزنم، باکمون تا 66 الان شد. اشکال نداره. همینجوری الان با دنده عقب میخوایم براتون انجام بدیم. خب مثلا وایس من الان برم مثلا وسط جا پمپ بنزینه به فاک نریم خوبه. ببین همینجوری میدی دنده عقب ماشین خاموش نشه خوبه. دنده عقب یه اینطوری هم زیاد جالب نیست. خب ببین من یه کار دیگه که میخوام باهاتون کنم، الان مثلا ما تو جاده ایم یه خورده بریم با ماشین، اصلا شما از صدا و الان صدای بازی رو در میارم شما لذت ببرید. بچه ها بریم همون کار که خواستیم با سرعت الان 220 انجام بدیم. بین شما فرمون رو میچرخونین، دستی رو میکشی هر جور که بخوای. دستی رو کشیدی اینطوری میکشی خیلی چیزای جالبی هست واسه یک دیریف کشیدن یا هم آموزش 360. الان ما بریم ویدیو 360 آخر و دیگه ویدیو تموم میشه. بریم صدای ماشین گوش بدیم.
بچه همونجوری که بهتون گفتم دیگه به آخرای ویدیو رسیدیم و اینم از 360 آخر. میخواد فرمون اینوری میکنی، اینوری یه دستی رو میکشی، حاج مشتی اومده براتون. بریم یه توضیحاتی روی واسه آموزش 360 بهتون بگیم. اینجا بیشه پرمنزیم بیسیم و چند نکته بهتون بگم و ویدیو دیگه تمام میشه. واقعا همینجا خیلی دیگه جاش خوب بود. بچه ها میخواین 360 بزنید باید ارتفاع ماشینتون اینطوری خیلی کم باشه، چون وقتی ارتفاع ماشین بالا باشه چپ میکنه ماشین و همینجوری دیگه شما به قول خودمون به اون چیز میری که اون ساعتی گفتم. خب زیاد نمیگم، کلا همینه. میخوای 360 بزنی باید خلق ترمز کشید ترمز دستی کشیدن و باید با فرمون بازی کنی. ببین مثلا چطوری با فرمون بازی کنی. خب الان مثلا بهت میگم تو با یه سرعت 40 تا هم میتونی انجام بدی. خب اگه سرعت 40 تا من الان زیاد رفتم تو شما ببین اینطوری فرمون رو بچرخون، ولی نه زیاد که دیگه اون چیز ماشین بره عقب. خب همینجوری آروم فرمون میدی، ولی خب همینجوری که داره فرمون میدی بگو مثلا اینطوری میخوای ترمز دستتو بکشی یا اینطوری. خب به خودتون ربط داره و مثلا خواستی خیلی قشنگ تو بکشین. خب میری باید چیکار کنی؟ اینطور این کار رو میکنن، این کار قشنگه. خب ولی دیگه از مود افتاده. مثلا تو باید با یه سرعت خیلی بیشتر خب این کار رو انجام بدی، مثلا با سرعت 100 تا 110 تا 130 تا. خب مثلا من الان با سرعت 130 تا ترمز دستی رو میکشم و فرمون میدم و همون مثلا جایی که خیلی خوشتون میاد خب مثلا ترمز دستی رو بکشم. ببین مثلا شما الان دوباره سرعتمون رو به 100 تا برسونیم. شما اینجا هم براتون گذاشتم که سرعت تا برسونیم اینجا. خب مثلا ماشین میچرخه هم ترمز دستی رو ول کن، خب بعد دوباره بکش. اینطوری هم میشه. و اینم از آموزش 360 با 400 فن که خیلی خیلی خوشت اومد. ویو بازی ترکوندین و ممنونم که این ویدیو رو دیدین. حتما لایک کنین، یا همون نظر یا کامنت بذارین، چنلم ساب کنین. خیلی 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 به چنل حسین مکس خیلی خوش اومدین به چنل خودتون.